سلام علیکم دوستان مهربان، انشالله جور باشین، آرام باشین. بازم دوست شما هستم، لطیف مهربان. امروز دوستای عزیز یک وبسایت نو و وبسایت مفید به شما به معرفی میگیرم. انشالله که شما به این وبسایت بسیاری چیزا رو یاد بگیرین و کوشش کنین که مقصد نوآوری کنین که به خودتان و به کشورتان مفید باشه. خب قبل از دوستای عزیز لطف نمودین پیج مرم یک لایک کنین، به خاطر که من از طریق پیج خود بسیاری ویدیوهای خود شیر میکنم به شما تا به شما با آسانی ویدیوی ما برسه. و دیگه دوستای عزیز شما میتونین به چینل یوتیوب من سابسکرایب کنین تا هر ویدیو را که ما اپلود میکنم به مو جیمیل شما نوتیفیکیشن به درست است که یعنی ویدیوی نو اپلود شده این چینل تا شما ازش مستفید شدن. خب دوستای عزیز درست که وبسایت به شما به معرفی میگیرم. این وبسایت از به نام امازون، یعنی نامش شما شنیده باشین. وبسایت امازون وبسایت است که فروشات میکنه. البته وبسایت امازون وبسایت از یک امریکایی است به نام جف بیسوز که تقریبا از امروز به 23 سال قبل این وبسایت ساخته بود. جف بیسوز در اول بسیار کم سرمایه گذاری کرد سر این وبسایت خود، اما فعلا این وبسایت بسیار مشهور شده و این وبسایت فعلا بعد از وبسایت علی بابا دوم وبسایت است که بسیار فروشات داره در کل جهان. البته این وبسایت فعلا که شما www.amazon.com میرین از خود مستقیما از امریکا چی میشه، باز به کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه که پیشرفت کردن مثل هند و روسیه و دیگه کشورها بر به او هر کشور باز دمو کشور امازون خودش وبسایت ساخته، وبسایت برشان جور کرده که مردم به راحتی بتونن از اونجا به خود چیزایی را آردر بدن، بخرن، چیزایی ازش مستفید شون. خب دوستای عزیز قسمی که شما ببینین این از کد وبسایت امازون ببینین تقریبا هر قسم لوازم داره، هر قسم چیزی که شما خواسته باشین آزو داره و بسیار به آسانی شما میتونین که از این خریداری کنین و چیزها رو در کنین براتون میرسونه تا خانه را. ما بدبختانه که در افغانستان خدمات نداره، اگر در افغانستان نمیتونین شما از این خدمات مستفید شوین. این قسمی که شما میبینین مینویش دیدین مینو بارش است که شما میبینین دوستای عزیز که هر قسم چیزی که شما خواسته باشین ضرورت شما که باشه تقریبا یاد دارن و میتونین بسیار براحتی ازش خریداری میکنین و بسیار وبسایت معتبر است، یعنی فراد چیزی نداره. و دیگه معلومات جالب در مورد از این وبسایت که از دوستای عزیز که این وبسایت در سال 2017 135 میلیارد دلار فروشات داشت. و دیگه موضوع مهم دوم که این وبسایت در سراسر جهان، البته دیگه کل کشورهای جهان، 5,91,900 کارمند داره. باز تکرار میکنم دوستای عزیز، 5,91,900 کارمند که بسیار زیاد کارمند است. ایره در سراسر جهانی کارمند داره وبسایت امازون داره. و دیگه گپ مهم که جف بیزوس قسم گفتم که سی او یا مالک همین وبسایت است، او سرمایه از او 99 میلیارد دلار شده که اون فکر کنم دوم ثروتمندترین مرد روی جهان است. که یک گپ مشهور بود از خود جف بیزوس چند وقت قبل گفت که ما انقدر پول دارم که خودم نمیفهم که چی کنم با این پول، کجایی را مصرف کنم، چه قسمی را مصرف کنم. خب دیگه دوستای عزیز فقط خواستم که شما به این وبسایت امازون معرفی شوین و باید یادآور شما دوستای عزیز که این اگه میبینین کندل دیلز، یعنی کندل از که هست یک آیپد وار یا تبلت سامسونگ واری هست که به خاطر مطالعه از بسیار زیاد استفاده میشه، به خاطر مطالعه در خارج مردم بسیار زیاد میخرن. قسمی که شما میبینین که اینجا مثلا روی صفحه اولم چپتر که است باز شدن دیگه بسیار خوب چیز است. خوب دیگه راحت میتونه مطالعه کنین. و دیگه گپ مهم درباره وبسایت امازون که ای است که شما اگر در خارج باشین میتونین باز با امازون افیلیت شوین. یعنی افیلیت به این معنی که شما باز میتونین اگر پیج قوی فیسبوک داشته باشین و یا هم یک وبسایت داشته باشین میتونین فرض کنید کندل یا می گیفت کارت شرکت نه یک از رو بخوایم ما میخوایم ما باید با ایمیل میشه که در کام جور میشه ازشان خواسته میشه که ما میخوایم به شما
همین چیز تان فروش بفروشم براتون، مامورتون در فروشاتون کمک کنم و بعد شما با ما کمیشن بتین. این دوستای ما در هند هستن، دوستای عزیز، تقریبا ما با ما همیشه میگن که ما هر ماه 15 الی 20 الی 30 هزار کالدار هندی از طریق همین وبسایت آمازون که هست درآمد داریم. یعنی ما با فروشات میکنیم، باز با ما 10% 15% یا 20% کمیشن با ما میتن دیگه. خب دوستای عزیز، متاسفانه که خدمات افغانستان آنوزه دیگه با ما شما محقان نیست، نمیتونیم که از این خدماتش استفاده کنیم، اما در دیگه جهان از این استفاده میشه و مردم به خوبی از استفاده میکنن و بسیار راضی هستن. انشالله به روزی که مشکلات ما شما در افغانستان حل شود و از این چیزایی بتونیم استفاده کنیم و با آمازون، با علی با ای بی، با دیگه وبسایت های مشهور جهان افیلیت ممبر شویم تا ما شما چند پول دریافت کنیم. خب دوستای عزیز، معرفی وبسایت به منظور ازی بود که شما کوشش کنین، شما یک کاری بکنین انشالله که به خودتان و به کشور ما، به مردم ما مفید تمام شود. اگر فکر کنیم امی آمازون وبسایت اول بسیار با یک سرمایه ناچیز خود جف بیزوس شروع کرده بود، اما حال سایکو دوم پرفروشترین وبسایت جهان است. یعنی به این معنی که انسان اگر کوشش کنه انشالله هیچ چیز ناممکن نیست دیگه. انشالله شما چیز مخته باشین دوستای عزیز و درباره وبسایت آمازون چیزایی رو یاد گرفته باشین دیگه. انشالله بازم دوستای عزیز شما تقاضا میکنم که به می یوتیوب چینل ما سابسکرایب کنین با تا ویدیوهای نو ما به شما برسه و شما ازش مستفید شوین. انشالله دوستای عزیز در ویدیوی بعدی باز صحبت میکنیم. وقت خوش انشالله.